این ترشی سلطان همه ترشی‌های بادمجون شکم‌پره. قبلش گفته باشم کپیش بدون ذکر منبع پیگرد قانونی داره. 2 تا بادمجون رو گذاشتیم روی حرارت کبابی بشه. بقیه بادمجون‌ها رو داخل شکمشون شکاف ایجاد می‌کنیم، با 2 لیوان سرکه سفید می‌ریزیم داخل قابلمه، می‌ذاریم 10 دقیقه بپزه. حالا فلفل دلمه‌های رنگی رو ریز می‌کنیم، فلفل تند رو ریز می‌کنیم، سیر رو ریز می‌کنیم و گردو رو پوست می‌گیریم و ریز می‌کنیم. بادمجون پخته رو گذاشتیم کنار خنک بشه. بادمجون کبابی رو پوست گرفتیم و ساتوری کردیم. بهش ادویه ترشی، فلفل تند، فلفل دلمه‌های رنگی، گردو، زرشک، سیر رو اضافه کردیم. میخوام بهش رب آلوچه اضافه کنم. رب آلوچه من ترش بود، بهش شکر هم زدم. حالا نعنا خشک داخلش میریزم، پرورده رو با هم مخلوط میکنم. داخل شکم بادمجون ها رو با پرورده پر میکنیم. بعد بادمجون ها رو داخل ظرف مورد نظرمون میچینیم و بقیه مواد پرورده رو باید با سرکه مخلوط کنیم. سرکه من قرمزه. از مواد آماده شده لابلای بادمجون ها میریزیم و روی سطحش روغن زیتون میریزیم. نوش جونتون.